سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. همونجوری که میدونید دوره ما از صفر نبود و تمرکز ما بیشتر روی مدیریت سرمایه و استراتژی شخصی خودم بود. با توجه به درخواستای زیاد بچه‌هایی که تازه میخواستن این بازار رو شروع کنن و صفر هستن، ما تصمیم گرفتیم که دوره رو از صفر با هم دیگه شروع کنیم و پیش بریم. یه سری نکته ها هستش که میخوام همین اول باشون در میون بذارم. یکی این که این شغل هم مثل بقیه شغلای دیگه نیاز به زمان داره. تو این زمان شما باید تمرین کنین، تلاش کنین و استمرار داشته باشین. با استمراره که شما به سود مستمر میرسین. شاید اولاش اون نتیجه که میخواین رو به دست نیارین، ولی میگم با تلاش کردن و تمرین کردن حتما به اون چیزی که میخواین میرسین و هیچ وقت دلسرد نشین. ما توی تمام بخش‌های دوره، چه مقدماتی چه استراتژی، سعی کردیم که همه موارد رو خیلی مختصر در عین حال مفید بهتون آموزش بدیم، چون برای رسیدن به سود واقعا نیاز نیستش که همه روش ها رو شما بلد باشین. ما تمام چیزایی که نیازه که به سود مستمر برسیم و با استراتژی ما باید بلد باشین رو بهتون آموزش دادیم. و یکی از چیزایی که خیلی واسه من مهم بود این بود که نریم 40 ساعت یه دوره ضبط کنیم و تمام موارد رو خیلی سطحی بهش اشاره کنیم و آموزش بدیم، چون تمام روش ها و تمام چیزایی که قرار شما استفاده کنید اگر سطحی آموزش ببینین اصلا به دردتون نمیخوره و اون نتیجه‌ای که باید رو بهتون نمیده. ما فوکوسمون روی استراتژیه و تمام مواردی که شما قراره ازش استفاده بکنید. با تموم شدن این دوره شما نیاز به هیچ آموزش دیگه ای ندارین. امیدوارم همتون به هدفی که از این دوره دارین برسیم و با فرستادن نتیجه تریدتون منم خوشحال کنین. بریم کم کم با هم دیگه شروع کنیم. بیاین از اینجا شروع کنیم که کلاً فارکس چی هست. بچه‌ها، فارکس بزرگترین بازار مالی جهانه که حجم معاملاتش در روز بین 5 تا 6 تریلیون دلاره. خود کلمه فارکس مخفف عبارت فارین اکسچنج هستش، به معنای تبادل ارزهای خارجی. شما تو بازار فارکس به داد و ستد یا همون معامله کردن ارزهای خارجی مثل ین، دلار، پوند و غیره میپردازید. معامله تو بازار فارکس به شکل جفت ارزه، یعنی ما ارزها رو در مقابل همدیگه معامله میکنیم، مثل یورو یو اس دی. مثلا اگر ما انتظار قدرت گرفتن ارز یورو رو داشته باشیم و در مقابل انتظار ضعیف شدن و کم ارزش شدن ارز دلار رو داشته باشیم، میایم جفت ارز یورو یو اس دی رو بای میزنیم، یعنی یورو رو در مقابل دلار میخریم. بازار فارکس یه بازار دو طرف است، یعنی ما از ریزش قیمت ها میتونیم کسب سود کنیم. حالا چجوری؟ ما میایم پیش بینیمون رو روی همین مثالی که قبلا بالا زدم برعکس میکنیم، یعنی ما انتظار داریم که یورو اینجا ریزش پیدا کنه و در مقابلش دلار افزایش داشته باشه و قیمتش بالاتر بره. اینجا میایم جفت ارز یورو یو اس دی رو سل میزنیم، یعنی یورو هامون رو در مقابل دلار میفروشیم. بذاریم با یه مثال ساده تر توضیح بدم که کاملا درک کنید. فرض کنید تو ایران ما با توافق بین ایران و آمریکا یا به هر دلیل دیگه ای انتظار داریم که دلار ارزون شه. مثلا انتظار داریم از 30,000 تومان به 25,000 تومان برسه و در همین حال ما هم یه مقداری دلار داریم. چیکار میکنیم؟ میریم دلارامون رو میفروشیم و تبدیل به ریال میکنیم. یعنی به اصطلاح جفت ارز دلار به ریال رو سل میزنیم. از طرفی که ما داریم دلارامون رو میفروشیم، داریم ارز دوم که ریال هست رو خریداری میکنیم. حالا به هر دلیلی برعکس این قضیه رو ما در نظر میگیریم، یعنی ما انتظار داریم که دلار از 20,000 تومان به 30,000 تومان برسه. این بار چی کار میکنیم؟ میریم صرافی و ریالامون رو به دلار تبدیل میکنیم، یعنی جفت ارز دلار به ریال رو بای میزنیم، یعنی دلار رو میخریم و در مقابلش ریال رو میفروشیم یا ریالام رو میفروشیم و دلار میخریم. بچه‌ها یه مثال بود. توی فارکس هیچ بروکری جفت ارز دلار به ریال رو ارائه نمیده که ما بخوایم ترید کنیم. فقط خواستم مثال بزنم که شما بیشتر درک کنید. تو
بازار فارکس هر ارزی نماد مختص خودشو داره. مثلا JPY ین ژاپن، USD دلار آمریکا، GBP پوند انگلیس، CHF فرانک سوئیس، IUD دلار استرالیا، NZD دلار نیوزلند، یورو که همون یوروه، کدم دلار کانادا. بگم بروکر چیه؟ بروکر همون کارگزاریه که واسطه بین خریدارها و فروشنده هاست و این دوتا رو به هم دیگه متصل میکنه. این ساده ترین تعریفی بود که میتونستم براتون از بروکر بگم. بچه اگه بروکران نبودن ترید کردن و فعالیت کردن ما تو این بازار یه جورای غیر ممکن بود. الان شاید شما بگین که خب حالا نفع بروکر از اینکه واسطه است بین ماها چیه؟ بروکر درآمدش از 3 طریقه. بروکرها به شکل مختلف از هر کدوم از معاملات ما کسب سود میکنن. یکی از اون راهها کمیسیون هستش. البته تو بعضی از بروکرها تو بعضی از حساباشون کمیسیونشون 0 هستش. دو تا روش دیگرش هم اسپرد و سواب هستش که جلوتر براتون کامل توضیح میدم. اسپرد به اختلاف قیمت بین اسک و بید گفته میشه، یعنی همون اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش. بذارم براتون یه مثال بزنم که درکش راحت تر باشه واسهتون. مثلا ما اگه بخوایم بریم یه صرافی روی تابلو زده که قیمت خرید مثلا برای سکه 10 میلیون تومنه، قیمت فروش 9,500. یعنی چی؟ یعنی شما اگه بخواین از صرافی سکه‌ای بخرین باید قیمت 10 میلیون تومن بدین، ولی اگه صرافی بخواد از شما سکه‌ای بخره باید از شما قیمت 9,500 میخره. این تفاوت قیمتی که میبینید 500,000 تومن همون اسپرد هستش که سود خود صرافی حساب میشه. و حالا ما توی بروکرها دنبال بروکری باید باشیم که این اسپردش خیلی کمتر باشه. تو حالا این مثال رو بخوام بهتون بگم اگه کاملا درکش نکرده باشیم ممکنه روی قیمت دلار هم اینو دیده باشیم. مثلا قیمت دلار برای خریدش ما بخوایم از صرافی تهیه کنیم روی قیمت 25,000 تومنه، ولی اگه صرافی بخواد همون دلار رو از ما بخره 24,500 میخره و این 500 تومنی که بینشون هست همون اسپرد و همون سود صرافی هستش. ما تو فارکس چند نوع جفت ارز داریم. یکی جفت ارز ماجور، یکی جفت ارز مینور و جفت ارز کراس. ما جفت ارز ماجور و جفت ارز کراس واسه هم مهمه. سعی کنید فقط روی همین دو نوع جفت ارز ترید داشته باشیم. این جدولی که اینجا براتون آوردم جفت ارزهای ماجور هستن. جفت ارزهای ماجور ارزهایی هستن که یک طرفشون USD هستش، مثلا مثل یورو USD یا مثل USD CAD که یک طرفشون حتما USD هست. این جدولی که اینور میبینیدم جفت ارزهای کراس هستش که این ارزها هم واسه ما مهم هستن، این جفت ارزها هم واسه ما مهم هستن و ما روشون ترید میکنیم. بچه جفت ارزهای ماجور تقریبا 80% کل معاملات فارکس رو در اختیار دارن و معمولا اسپردشون توی بروکرهای مختلف کمتر نسبت به جفت ارزهای دیگه. بروکر علاوه بر اسپرد و کمیسیون یه پول دیگه از ما میگیره به اسم سواب یا همون بهره شبانه. این در صورتیه که ترید شما از یک روز وارد روز دیگه ای بشه و یک شب رو پشت سر بذاره. اینجوری بروکر یه هزینه جدایی رو به اسم بهره شبانه از شما میگیره. من سعی کردم این موارد رو خیلی واضح و خیلی مختصر بهتون توضیح بدم که درکش خیلی راحت واسهتون باشه و خیلی زمانتون رو نگیره، چون یه سری مباحث کاملا بیسیک هستن. لورج چیه؟ لورج یا اهرم چیزیه که بروکر یا صرافی در اختیار مشتریاش قرار میده که با استفاده از اون این اجازه رو به مشتریاش میده که بتونن با بیشتر از موجودی که دارن کار کنن. لورج حسابتون رو میتونید مختلف انتخاب کنید. مثلا اگه لورج 1:100 انتخاب کنید این یعنی اگر $100 میذارید بروکر این امکان رو بهتون میده که معامله 1/10 لاتی یا $10,000 باز کنید.
معاملات ما توی فارکس بر حسب لات انجام میشه. یعنی مثلا ما نمیریم بگیم $2000 با لوریج فلان یورو روی سی بای زدم، میگیم مثلا 0.2 لات یا 2 لات یا هر چقدر که هست روی یورو یو اس دی بای یا سل زدم. یعنی ما معاملاتمون بر حسب لاته و معیار اندازه‌گیری حجم معاملات ما با لات نشون داده میشه. پیپ چیه؟ کوچکترین واحد ارزش نرخ ارز رو بهش میگم پیپ. پیپ معیار اندازه‌گیری میزان تغییر قیمت توی جفت ارزهای. مثلا بچه‌ها تریدرها هیچ وقت نمیگن یورو یو اس دی 0.5% ریخ یا 0.5% رفت بالا. این مقدار رو با پیپ اندازه گیری میکنن. مثلا میگن یورو یو اس دی 10 پیپ رفت بالا یا 50 پیپ رفت بالا یا 40 پیپ اومد پایین. معمولا تو جفت ارزهایی که 4 یا 5 رقم بعد اعشار دارن، 4مین رقم بعد اعشار پیپه. برای مثال یورو یو اس دی که اینجا براتون نوشتم روی عدد 1.13631 4مین رقم بعد اعشار که 3 هستش پیپه، یا روی 1.13641 4مین رقم بعد اعشار که 4 هستش پیپه و تغییرش از 3 به 4 1 پیپ حساب میشه. توی جفت ارزهایی که ارز دومشون JPY هستن معمولا 2 یا 3 رقم بعد اعشار داریم که دومین رقم بعد اعشار پیپه. برای مثال USD JPY روی عدد 113.82 دومین رقم بعد اعشار که 2 هستش پیپه، یا روی 113.83 دومین رقم بعد اعشار که 3 هستش پیپه و تغییرش از 82 که این 2 به 3 رسیده 1 پیپ حساب میشه. حالا میریم جلوتر تو اسلاید بعدی براتون چند تا مثال میزنم که کاملا محاسبه کردن این پیپ ها رو دستتون بیاد و بلد باشین. حالا اینا کلا به چه درد ما میخوره؟ بچه من الان خیلی سطحی و کلی بهتون میگم، توی بخش مدیریت سرمایه خیلی دقیق و حرفه‌ای براتون توضیح میدم و بررسیش میکنیم با هم دیگه. به طور مثال همون یورو یو اس دی اگر از روی عدد 1.21712 شروع به ریزش کرده باشه تا به عدد 1.21512 رسیده باشه، اختلاف بین 71 تا 51 20 تاست، یعنی 20 پیپ ریزش کرده یورو یو اس دی. یا مثلا از همون عدد 1.21712 شروع به رشد کرده باشه تا عدد 1.21912 از 71 تا 91 20 تا فاصله است، یعنی 20 پیپ یورو یو اس دی رشد کرده. به همین سادگی. بچه‌ها روی طلا که با نماد XIUUSD نشون داده میشه، هر $1 تغییر برابر با 10 پیپه. یعنی اگه طلا از روی $1890 به $1891 برسه، یعنی 10 پیپ افزایش داشته، یا از روی $1890 به $1885 برسه، یعنی 50 پیپ ریزش داشته. حالا اینا کلا به چه درد ما میخورن؟ بچه من اینجا خیلی سطحی و کلی بهتون توضیح میدم. توی بخش مدیریت سرمایه خیلی حرفه‌ای و دقیق کاملا براتون توضیح میدم که چجوری باید ازشون استفاده کنیم. مثلا روی جفت ارزایی که ارز دومشون USD هست، مثل یورو USD، NZD USD، XIU USD یا همون طلا، با 1 لات معامله با تغییر هر 1 پیپ برابر میشه با $10. بذارین یه نمونه براتون مثال بزنم که کامل جا بیفته این مسئله. مثلا ما روی یورو یو اس دی 1 لات بای روی عدد 1.27162 باز کردیم و قیمت داره میره به سمت بالا و حد سود ما روی عدد 1.27362 هستش و تیپی ما رو میزنه و این معامله با 20 پیپ سود واسه ما بسته میشه. یعنی چقدر سود؟ $200 سود. چجوری؟ گفتیم که هر یه پیپ تغییر روی 1 لات معامله برابر با $10. حالا 20 پیپ ما سود کرده بودیم، یعنی 20 تا $10 که میشه $200. همینجوری اگر ما 1/10 لات میزدیم با هر یه پیپ تغییر برابر میشد با $1. حالا 20 تا $1 میشد $20.
اگر 1/100 لات میزدیم، هر یک پیپ تغییر روی 1/100 لات برابر میشد با 0.1 دلار یا همون 10 سنت. حالا 20 تا 10 سنت میشد $2. بچه اصلا نگران نباشین، من اینجا در حد یه پیش زمینه بهتون گفتم، توی بخش مدیریت سرمایه کامل براتون توضیح میدم. خب بچه ها، بریم کم کم سراغ بحث اصلی ترمون و اینکه ببینیم چجوری باید یه چارت رو تحلیل کنیم، روشامون چیه و در کل باید از چه راههایی شروع کنیم. ببینیم ما به طور کلی دو نوع تحلیل داریم، یکی تحلیل تکنیکال و دومی تحلیل فاندامنتال. روشی که ما استفاده میکنیم تحلیل تکنیکال هست و با روش تحلیل فاندامنتال خیلی کاری نداریم. تحلیل فاندامنتال در کل توضیح خیلی مختصری بهتون میدم که فقط یه دیدی داشته باشین بدونین که چی هستش. توی همه بازارها متفاوته تحلیل فاندامنتال. مثلا اگه استاک مارکت یا بورس بخواید کار کنید، باید برید صورت‌های مالی اون شرکت رو بررسی کنید و ببینید که اصلا اون سهمی که میخواین بخرین ارزنده هست یا نه. توی کریپتو یا ارز دیجیتال اگه بخواین بررسی کنید، باید برید اون ارز رو ببینید چه برنامه ها، چه هدف هایی داره، چقدر در راستای اون برنامه و اون هدف هایی که داره قدم برمی‌داره و چقدر بهش نزدیک هستش. در کل خیلی بحث پیچیده‌ای هستش. من فقط یه مختصر میخوام بهتون توضیح بدم که بدونید از چه قراره، کلا برنامه‌اش چجوریه و روشش چجوریه. ما اصلا نمیخوایم فاندامنتال کار کنیم. برای فارکس باید اون کشوری که میخواین روی ارزش ترید کنید یا معامله داشته باشین رو بررسی کنید و بعد ببینید که مثلا یه سری چیزایی که روی ارز اون کشور تاثیر داره رو بررسی کنید، مثلا نرخ بهره یا سیاست‌های پولی بانک مرکزی اون کشور و خیلی فاکتورهای دیگه هستش که باید بررسی کنید. و اینکه مثلا خیلی‌ها میگن فاندامنتال کار میکنن، میرن مثلا یه سایت فارکس فکتوری یا سایت‌های دیگر رو بررسی میکنن، یه سری اخبارا هستش، یه ساعتایی هست فقط اونا رو بررسی میکنن و میگن ما فاندامنتال کار میکنیم. این کاملا اشتباهه، چون فقط با بررسی یه خبر نمیتونید شما فاندامنتالیست باشید، چون فاندامنتالیست بودن نیاز به بررسی اقتصاد دقیق اون کشورها و کلا اقتصاد جهان داره. یعنی با یه خبر نمیشه بگین که شما فاندامنتالیست هستین. در کل خیلی چیزا هستش که باید بررسی کنید تا بفهمید که اون ارز صعودی هست یا نزولی هست از دید فاندامنتال. ولی ما کلا با تحلیل فاندامنتال کاری نداریم، فقط خواستم یه دیدی نسبت به این قضیه داشته باشین. روشی که ما استفاده میکنیم تحلیل تکنیکال هست و بریم جلوتر که با هم دیگه یکم بیشتر در موردش بدونیم. خب بچه‌ها، ما توی تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و چارت تحلیلمون رو انجام میدیم. ما نمونه‌های خیلی مختلفی نمودار داریم، ولی من اینجا 3 تاشو براتون توضیح میدم و هم 3 تا براتون کافیه. یکیشون لاین چارت هستش، همون نمودار خطی. یکیشون نمودار میله یا همون بار چارت هستش که به این حالته. یکی دیگه هم که مهمترین نمودار هستش کندل استیک هستش که اکثر تریدرها و تحلیلگرها از این نمودار استفاده میکنن. حالا بریم رو چارت هم بهتون توضیح بدم. این نمودار کندل استیک هستش که حالا این اجزاش و اینا رو من جلوتر براتون کامل توضیح میدم. این لاین چارت هستش و اینم بار چارت هستش که باز و بسته شدن قیمت ها رو هم کامل بهمون نشون میده. ببینید اینجا انواع اقسام نمودارها رو داره، ولی میگم خب خیلی نیازمون نمیشه، هم 3 تا رو بدون کافیه. و میگم مهمترینشون رو هم این نمودار هستش، نمودار کندل استیک. بچه‌ها، ما به طور کلی 2 نوع کندل داریم، کندل صعودی و کندل نزولی که اینجا حالا به طبق معمول سبز و قرمز هستن، ولی خب میتونن رنگ‌های مختلفی داشته باشن، مثل سفید مشکی، یا خودتون رنگاشو عوض کنید. خیلی رنگش واسه ما مهم نیست. میخوام اجزای تشکیل دهنده کندل ها رو بهتون توضیح بدم.
که شامل یک بدنه یا بادی میشه که اینجا با سبز و قرمز نشون داده شده و شادو یا همون سایه که میتونه شادو بالایی یا پایینی داشته باشه یا میتونه اصلا شادو نداشته باشه یا یک طرف شادو داشته باشه. کندل سعودی یک منطقه داره که نشون دهنده باز شدن قیمت هستش و اوپنش هست اینجا و بسته شدن قیمت که کلوزش اینجا هست و بالاترین قیمت که اینجا رو نشون میده و پایین ترین قیمت که اینجا میشه. توی کندل نزولی هم دقیقا برعکس همین هستش. این قسمت نشون دهنده لحظه باز شدن کندل هستش و اینجا لحظه بسته شدن کندل و اینجا بالاترین قیمت و اینجا کمترین قیمت. حالا الان یه مثال براتون میزنم که کامل براتون جا بیفته. فرض کنید این کندل یک کندل روزانه هستش. بذارین اینو اوکی کنم. مثلا ما دلار رو اول روز قیمت دلار روی 20,000 تومان باز شده و قیمت دلار اومده پایین تا قیمت مثلا 19,000 تومان و دوباره قیمت یعنی باز شدنش روی 20,000 تومان بوده اومده پایین و دوباره قیمت رشد کرده رفته تا 24,000 تومان و دوباره قیمت اومده پایین روی 22,000 تومان بسته شده. ذره بد میشه چون من موسم خیلی اوکی نیست. پس چجوری شد؟ ببینید قیمت دلار اول روز روی 20,000 تومان باز شده، قیمتش اومده پایین تا 19,000 تومان و دوباره رفته بالا تا 24,000 تومان و در آخر روز روی 22,000 تومان بسته شده. اگه کندل ما یک کندل روزانه باشه، اگه کندل ما یک کندل روزانه باشه، پس شروعش از این قیمت بوده اومده پایین رفته بالا تا بالاترین قیمت که 24 بوده و اومده روی قیمت 22 بسته شده. حالا اگه اینو بخوام روی یک کندل نزولی نشون بدم با مثال دوباره روی همین دلار براتون میزنم. مثلا قیمت دلار روی 20,000 تومان شروع شده اول روز و رفته بالا تا قیمت 22,000 تومان و اومده دوباره پایین تا قیمت مثلا 17,000 تومان و رفته بالا روی قیمت 19,000 تومان. این بد شد روی 19,000 تومان بسته شده. پس چی شد؟ اول روز دلار روی قیمت 20,000 تومان بوده رفته بالا تا 22,000 تومان و قیمتش دوباره کاهش پیدا کرده تا 17,000 تومان و روی قیمت 19,000 تومان بسته شده. این در صورتیه که کندل ما یک کندل روزانه باشه و یک کندل نزولی باشه. بچه شرایطی هم میتونیم داشته باشیم که کلا هیچ شادویی نداشته باشه، یعنی قیمت روی کلوزش یا همون قیمت پایانی بسته شده باشه. برای مثال بذارید من اینا رو پاک کنم. مثلا میتونه کلا کندلمون هیچ شادویی نداشته باشه یا کلا مثلا یه طرفش فقط شادو داشته باشه. مثلا دلار روی قیمت 20,000 تومان باز شده باشه و تا قیمت مثلا 18,000 تومان رفته باشه و روی قیمت 22,000 تومان بسته شده باشه و دیگه هیچ قیمت بالاتری هم ندیده باشه، یعنی هیچ شادوی بالایی نداشته باشه. یا حتی مثلا میتونیم یه مثال دیگه بزنیم که دو طرف هم مثلا هیچ شادویی نداشته باشه، یعنی با هم یه قیمتی باز شه و روی قیمت دیگه بسته بشه و هیچ نوسانی دیگه نداشته باشه رو به بالا یا پایین تر. مثلا قیمت روی 20,000 تومان باز شده باشه و روی 18,000 تومان بسته شده باشه.
و هیچ شادویی نه به سمت بالا نه به سمت پایین نداشته باشه. پس چی شد؟ ما میتونستیم کندلی داشته باشیم که بدنه داشته باشه و شادو هم داشته باشه، هم به سمت بالا هم به سمت پایین. و میتونیم یک کندل داشته باشیم که مثلا شادو از یک طرف داشته باشه، یا به سمت بالا فقط داشته باشه یا به سمت پایین داشته باشه. میتونیم کندل داشته باشیم که کلا نه شادو رو به بالا داشته باشه نه رو به پایین. و یه نکته دیگه هم که بخوام بهتون بگم این که به کندل هایی که کلا نه شادو رو به بالا دارن نه شادو رو به پایین بهش میگن فول بادی، یعنی کلا فقط بدنه هستن. و بریم روی چارت هم بهتون نشون بدم. مثلا تایم فریممون دیلی باشه، اینترنت هم قطع شده باشه. خب گذاشتم تایم فریم دیلی. حالا این تایم فریم ها من جلوتر بهتون توضیح میدم که بدونیم چه شکلی هستش. خب ببینیم مثلا کندلی که داشتم بهتون توضیح میدادم، ببینید این الان میشه بدنه، این میشه شادو و این میشه شادو، این میشه شادوی پایینی، این میشه شادوی بالایی. یعنی قیمت از اینجا، یعنی از 1858 باز شده قیمت تو این روز این پایین هم بخوام بهتون بگم، ببینید اون نمود اینجا که به صورت افقی هستش تاریخ و روز و ساعت رو نشون میده و اینجا قیمت ها رو نشون میده. ببینید الان اینجا روی قیمت 1858 باز شده و رفته بالای دور تا 1862 و قیمت اومده پایین تا قیمت 1803 و روی قیمت 1811 کلوز بوده، یعنی روی این قیمت بسته شده. حالا بخوام یه کندل سعودی هم بهتون مثال بزنم، روی تایم فریم های دیگه هم میشه. حالا بعد چون میخوام تایم فریم رو جلوتر بهتون توضیح بدم الان عوض نمی کنم که اوکی باشه. ببین الان مثلا روی این کندل قیمت روی 1786 باز شده اومده تا قیمت 1881 تقریبا 82 و رفته بالا تا قیمت 1818 و روی 1814 بسته شده تو یک روز. یعنی قیمت روی 1882 باز شده اول روز و روی قیمت 1815 بسته شده تو اون روز. این چارتی هم که الان بهتون مثال زدم چارت طلا بوده که این بالا نوشته شده. حالا بذار ببینم یه کندل فول بادی میتونم براتون پیدا کنم تو همین چارت یا نه. این الان یه کندل فول بادی هست که میبینی اصلا هیچ شادوی رو به بالا یا پایین، حتی یه ذره شادو رو به پایین نداره، هیچ شادوی رو به بالا یا پایین نداره این کندل. این میشه یه کندل فول بادی که اینجا میبینی که ببینی الان روی قیمت 1893 باز شده و روی قیمت 1930 بسته شده. شاید رو به بالا و پایینم فقط داشته باشه. اگه براتون پیدا کنم مثلا این کندل ببینید اصلا هیچ شادوی بالایی نداره، یه شادو رو به پایین فقط داره که ببینید قیمت روی 1839 باز شده اومده تا پایین تا 1834 و روی قیمت 1871 بسته شده و هیچ شادوی رو به بالا نداشته. این چند تا مثال براتون زدم که کامل این قضیه کندل براتون جا بیفته. تایم فریم ها میگم جلوتر براتون توضیح میدم، اصلا نگران نباشید. خب بچه من سعی کردم که نمودارها و
کندلا و اینا رو خیلی به زبان ساده براتون توضیح بدم. امیدوارم که خوب درکش کرده باشین. شاید الان براتون این سوال پیش بیاد که خب حالا ما الان میدونیم کندل چیه و نمودارها و اینا رو درک کردیم، ولی خب ما حالا چجوری میتونیم پوزیشن بگیریم؟ چه پوزیشنی باید بگیریم؟ بای باشه، سل باشه؟ چجوری باید اصلا وارد این قضیه بشیم؟ ببینید بچه‌ها، برای تحلیل کردن چارت روش‌ها و ابزارهای خیلی زیادی وجود داره که من مثلا اینجا چند تا نمونه‌شو براتون مثال زدم، مثل الگوهای هارمونیک، امواج الیوت، فیبوناچی، اندیکاتورها، اسیلاتورها، الگوهای کندلیو، پرایس اکشن و هزاران روش دیگه. من خودم خیلی زمان گذاشتم و خیلی از این روش ها رو یاد گرفتم، آموزش دیدم و حتی تمرین کردم روشون، ولی میگم اصلا کار درستی نیستش که همه این روش ها رو یاد بگیرین و ازشون استفاده کنین. اشتباهی که من کردم رو تکرار نکنین، چون فقط زمانتون رو از دست میدین. چون خیلی وقتا ممکنه که وقتی دارین از چند تا از این روش ها با هم دیگه استفاده میکنین، هر کدومشون سیگنال عکس به شما بدن. مثلا یکیشون سیگنال سل به شما بده و یکی دیگه سیگنال بای به شما بده و بیشتر گیج بشین. بهتره که تمرکزتون رو روی روشی که دارین استفاده میکنید بذارید و توی اون روشی که دارین استفاده میکنید حرفه‌ای بشین، جوری که خب روی یک روش آدم میتونه زمان بذاره و تمرین کنه، قطعا نتیجه بهتری میتونه بگیره تا اینکه از چند تا روش و چند تا از ابزارهای مختلف استفاده کنه. به نظر من اینجوری میتونید خیلی نتیجه بهتری بگیرید. خب بچه بریم رو چارت هم بهتون نشون بدم تا یه آشناییتی در موردشون داشته باشین. اینجا مثلا میبینین چند تا ابزارهای مختلف هستن. این باکسی که این بغل گذاشته شده مثلا ترند لاین و چنگال، نمیدونم ابزارهای گن، فیبوناچی های مختلف و اینجا اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلف مثل MACD یا همون MACD که ببینید اینجا واسهتون میاره، یا مثلا ایچیموکو که واقعا نیاز نیست همه اینا رو بلد باشین. مثل فوتبالیستا که مثلا فوتبالیستی که دفاع نیاز نیست هم تهاجم کردن و یا دروازه‌بان بودن و مهاجم بودن رو بلد باشه. تو هم پستی که هست بهتره که بهترین همون پست خودش باشه. شما هم همون روشی که استفاده میکنین رو سعی کنید خیلی حرفه‌ای بشین توش و تمرین روی همون یه روش خودتون داشته باشین، قطعا نتیجه بهتری میگیرین. خب بچه ببینین اینجا واسه ما تایم فریمامون رو میاره که از 1 دقیقه و اینا که بهتون گفتم هستن و واسه ما مهمه رو من اینجا گذاشتم و فیوریت کردم که فکر کنم تو اسلایدهای قبلی بهتون توضیح دادم. الان ما روی تایم فریم دیلی هستیم که هر کندل نشون دهنده یک روز به ما هستن، یعنی اینکه قیمت تو یک روز چه نوسانی داشته. همه اینا بستگی به تایم فریمی که انتخاب میکنین داره. مثلا اگه تایم فریمتون دیلی باشه، توی اون روز هر کندل نشون دهنده قیمت توی نوسان قیمت توی اون یک روزه. اگه 4 ساعته باشه 4 ساعت رو نشون میده. اگه 5 دقیقه باشه هر کندل نشون دهنده 5 دقیقه هستن، نوسان قیمت توی 5 دقیقه هستش. حالا اینا تایم فریم رو عوض می‌کنیم، من دیگه بهتون کامل با مثال توضیح میدم. ببینید الان مثلا این چارت بیت کوین هستش. مثلا قیمت از روی 34606 باز شده، اوپنش روی 34606 بوده و رفته بالا تا قیمت 35362 و دوباره اومده پایین تا قیمت 31204 و روی قیمت 31519 بسته شده. الان این کندلی که اینجا میبینید نشون دهنده یک روز قیمت یک روز بیت کوین بوده، یعنی حرکت قیمتی یک روز بیت کوین بوده توی تاریخ 25 جون 21. حالا اگه تایم فریم رو ما عوض کنیم، مثلا بریم روی تایم فریم 15 دقیقه، هر کندلی که اینجا میبینید نشون دهنده 15 دقیقه هستش، یعنی نوسان قیمت بیت کوین توی 15 دقیقه رو هر یکی از این کندل ها بهمون نشون میده. مثلا اینو ببینید،
این الان قیمتش روی 32352 باز شده، یعنی اوپن قیمت بوده و قیمت رفته تا 32727 و اومده پایین تا قیمت 32435 بسته شده و این روی 15 دقیقه. این کندل فقط 15 دقیقه رو نشون میده و همین الانش رو بخوام بهتون نشون بدم، مثلا روی همین کندلی که الان هستش قیمت روی 31050 باز شده و همین الان میبینی قیمتش داره نوسان داره و میره بالا و پایین. قیمت اومده پایین تا 31015 و رفته بالا تا 31275. الان اومده پایین تا این قیمتی که الان میبینید دیگه 31109 و میتونه این کندل کلا بیاد پایین و نزولی بستشه، میتونه بره بالا و بالاتر بستشه چون هنوز داره نوسان داره و 7 دقیقه دیگه بسته میشه و نشون میده که این کندل قراره رو چه قیمتی کلوز بزنه. میتونیم حالا یه تایم فریم پایینتر و 1 دقیقه رو بهتون نشون بدم یا مثال بزنم. الان مثلا هر کدوم از این کندل هایی که اینجا میبینید نشون دهنده حرکت قیمت توی 1 دقیقه هست. الان دیدین همین الان این کندل بسته شد و این کندل هم الان میبینید که مثلا 53 ثانیه دیگه این یکی از کندل ها بسته میشه و همینجوری که میبینی الان روی این قیمت باز شد و هیچ نوسانیت رو به بالا نداشت و همینجوری داره ریزشی میاد پایین و هر جایی که بسته بشه کلوز اون کندل هستش که الان مشخص نیست و توی 35 ثانیه دیگه مشخص میشه. الانم میخوام یه 28 ثانیه رو صبر کنیم ببینیم چجوری بسته میشه. پس هیچ وقت الان تصمیم نگیرین که این کندل خب چجوریه و شرطش چجوریه، کجا قراره بسته شه، چون مخصوصا تو تایم فریم های پایین تر باید صبر کنید و ببینید کلوز کندل کجا هستش که الان میبینیم مثلا هی داره میاد پایین تر. الان ببینید این کندلی که بسته شد یه کندل فول بادی هستش که میبینید هیچ شادویی نه رو به بالا داشت و نه هیچ شادویی رو به پایین. خب این یه توضیح مختصر بود. حالا بریم روی مانتلی هم. ببینید الان اینم بخوام بهتون بگم، ببینید الان این کندل که باز شد رفت بالا و همینجوری اومد پایین و بسته شدنش ممکنه حتی پایین تر باشه و یه کندل نزولی رو تشکیل بده. اولش که باز شد یه کندل صعودی به نظر مثلا با قدرت و قوی بود، ولی ببینین وقتی که تایم فریمتون هم اگه تایم فریم پایین تری باشه باید صبر کنید تا اون کندل کلوزش رو بزنه و سریع تصمیم نگیرید. حالا بریم روی مانتلی هم یه مثال براتون بزنم. الان بیت کوین این ماه روی 37195 اوپن شده و باز شده روی این قیمت و رفته بالا تا 41315 و اومده پایین تا قیمت 28738 و الان دوباره رفته بالا روی قیمت 30798 هستش در حال حاضر که الان من دارم براتون ویدیو رو ضبط میکنم و 4 روز دیگه 4 روز و 14 ساعت دیگه این کندل بسته میشه و کندل ماهانه بیت کوین بسته میشه. خب بچه‌ها بریم سراغ اولین روش تحلیل چارت ما که با کندل استیکا هستش. بچه‌ها نمیخوام خیلی درگیر اسم و اینا بشین چون میخوام فقط یه توضیح مختصری بهتون میگم چون این روش اصلی ما نیست و من خودم شخصا خیلی استفاده نمیکنم، ولی میخواستم یه توضیحی بهتون بدم که بدونین اصلا این کندل استیکا چی هستن، چی رو میخوام به ما نشون بدن و از لحاظ روانشناسی درک کنید که کلا چه اتفاقی داره توی چارت میفته، وگرنه هیچ کدوم از این اسمایی که استفاده میکنن و روی کندل میذارن واسه ما اصلا مهم نیست. فقط میخوام اون اتفاقی که داره میفته تو چارت رو شما درک کنید. دو نوع کندل استیک داریم، یکی ادامه دهنده و یکی بازگشتی ها هستن. بازگشتی ها خب از اسمشون مشخصه، یعنی میخوان حالت و روند رو تغییر بدن. ادامه دهنده یعنی همون روندی که بازار و چارت نیست، فقط میخوام اون اتفاقی که داره میفته تو چارت رو شما درک کنید.
دو نوع کندل استیک داریم، یکی ادامه دهنده و یکی بازگشتی ها هستن. بازگشتی ها خب از اسمشون مشخصه، یعنی میخوان حالت و روند رو تغییر بدن. ادامه دهنده ها یعنی همون روندی که بازار و چارت داره رو میخوان همچنان تایید کنن و ادامه بدن. بریم با هم دیگه از کندل های بازگشتی شروع کنیم. کندل های بازگشتی 3 نوع هستن. بریم سراغ پینبارها. پینبارها چی هستن؟ بچه‌ها در کل اینو بهتون بگم که این الگوهایی که الان من میخوام بهتون توضیح بدم خیلی مهمه که اولا کجای چارت این الگوها رو میبینید. این الگوها زمانی که توی ناحیه‌های حمایتی یا مقاومتی تشکیل بشن واسه ما مهمه، نه هر جایی از چارت که ببینید. حالا این ناحیه ها هم جلوتر بهتون توضیح میدم که چجور ناحیه هستن، چجوری باید تشخیصش بدین و اینا. ولی کلا میگم توی اینجور ناحیه ها واسه ما این کندل ها مهم هستن. پین بارها رو شما فکر کنید ما توی ناحیه حمایتی هستیم، ما توی ناحیه حمایتی هستیم و یه روند نزولی داشتیم قبلش و وقتی که به این ناحیه رسیده این سلرها که داشتن فشار می آوردن قیمت رو آوردن پایین تا این ناحیه و در این ناحیه خریدارها و همون بایرها یه حمایتی رو ایجاد کردن و نذاشتن که قیمت از این ناحیه به پایین تر برسه و این حمایتی که ایجاد کردن این قیمتی که سلرها آورده بودن پایین رو با این فشاری که قدرت خریدارها رو نشون میده این قیمت رو بردن بالا و قیمت روی این ناحیه کلوز زده و این نشون دهنده قدرت خریدار هاست و وقتی که ما این الگو رو میبینیم میتونیم که تو این ناحیه وارد پوزیشن بشیم و حد ضررمون اینجا باشه. حالا برعکس این قضیه رو هم بخوام بهتون توضیح بدم، همین پینباری که میبینید برعکس هستش. بچه‌ها میگم روی اینا خیلی اسمای مختلفی میذارن، نمیدونم چکش برعکس و مرد داراویز و همه رو اینجور چیزا، ولی من میگم اینا اصلا واسه ما مهم نیست. این اسما اصلا هیچ تأثیری واسه ما نداره و هیچ کمکی به ما نمیکنه. کلا فقط باید این بفهمید که این کندل با این شادو با این بدنه چی رو میخواد به ما نشون بده. لحاظ روانشناسی باید این قضیه رو درک کنید و فشار عرضه و تقاضا رو بیشتر باید شما درک کنید و یه سری قوانین هم دارم، مثلا این باید میزان این شادو 2 برابر بدنه اصلی باشه. ولی خب میگم میخوام این لحاظ روانشناسی بیشتر این قضیه رو درک کنید. حالا اگه برعکسش باشه چجوریه؟ شما فکر کنید ما یه روند صعودی داشتیم و به یه ناحیه مقاومتی رسیدیم، یعنی خریدارا داشتن قیمت رو میبردن بالا و به یه ناحیه حمایتی رسیده و اینجا سلرها اومدن وارد شدن و نذاشتن که این مقاومت شکسته بشه و قیمت از اینجا بالاتر بره و فشار آوردن قیمت رو که وقتی خریدارا آوردن بالا اینجا سلرها اومدن و فشار آوردن و قیمت رو آوردن پایین و این کندل اینجا بسته شده و نذاشتن که قیمت بیشتر از این به بالا بره و قیمت آوردن پایین و ما میتونیم بعد از اینکه این کندل کلوز زد اینجا وارد شیم با حد ضرر اینجا، یعنی وارد پوزیشن سل شیم. و یه نکته دیگه هم که باید بهتون بگم این که پینبارها معمولا بدنه های کوچیکی دارن، همونجوری که توی این عکس ها میبینید بدنه هاشون کوچیکه و شادوی بلندی دارن. یه موضوع دیگه هم که بخوام در مورد پینبارها بهتون بگم، اگه این شادو از طرف پایین به سمت بالا باشه نشون دهنده قدرت خریدارها و ضعف فروشنده هاست و اگر این شادو از طرف بالا به سمت پایین باشه نشون دهنده قدرت فروشنده ها و ضعف خریدار هاست. بریم سراغ الگوی اینگولفینگ. اگه بخوام یه تعریفی بهتون بدم از الگوی اینگولفینگ اینه که کندل بعدی کندل قبلی خودش رو کاملا پوشونده باشه. اسم دیگه الگوی اینگولفینگ الگوی پوشام هستش.
حالا من میخوام اینو براتون با مثال توضیح بدم. اینه که فرض کنید ما یه روند نزولی داریم و این روند نزولی به یه ناحیه حمایتی رسیده و فروشنده ها قیمت رو تا این ناحیه آوردن پایین و تلاش دارن که قیمت رو ببرن پایین تر، ولی وقتی به این ناحیه میرسن خریدارها با قدرت میان این قیمت رو اجازه نمیدن که پایین تر بره و قیمت رو به بالا میبرن و کلوس این کندل بالاتر از قیمت اوپن کندل قبلیش هست و کاملا کندل قبلی خودش رو پوشونده. حالا برعکس این قضیه رو بخوایم در نظر بگیریم، فرض کنید یه روند صعودی داشتیم و قیمت رو خریدارها داشتن می‌بردن بالا و تو این ناحیه مقاومتی که رسیدن فروشنده ها حضور پیدا میکنن و اجازه نمیدن قیمت به بالاتر بره و قیمت رو با قدرت به سمت پایین تر میارن و کلوز این کندل پایین تر از اوپن کندل قبلیشه و کاملا کندل قبلی خودش رو پوشونده. اگه ما بخوام اینجا وارد پوزیشن بشیم، بعد از اینکه این کندل کلوز خودش رو زده میتونیم اینجا وارد پوزیشن بشیم و وارد پوزیشن سل بشیم و حد ضرر خودمون اینجا باشه. بچه‌ها کلا توی این توضیحایی که من دارم بهتون میدم، تو این گلفین، تو پین بار و دوجی که حالا بهتون میگم، بیشتر شما باید به این موضوع توجه کنید که پشت سر این کندل ها چه روانشناسی وجود داره و قدرت خریدارها و فروشنده ها رو درک کنید و بفهمید که بازار میخواد کدوم سمتی بره و قدرت دست کدوم سمت بازاره. وگرنه این چیزای فرعی، اسما و اینا رو باید واقعا فاکتور بگیریم و بهش توجهی نکنین. به این توجه کنید که روانشناسی پشت سر این کندل ها چی هست و چی میخواد به ما نشون بده. کندل های این گلفینگ رو اگر رو هم جمعشون کنیم میتونن تقریبا یه حالت پین بار واسه ما تشکیل بدن و اینکه کندل های این گلفینگ یک الگوی دو کندلی هستش. پین بار و دوجی که حالا بهتون توضیح میدم الگوهای کندلی تک کندلی هستن. حالا دوجی ها چی هستن؟ کندل دوجی کندلایی هستن که بدنه خیلی کوچیک یا اصلا بدنه ندارن یا بدنه خیلی کوچیکی دارن، یعنی قیمت کلوز و اوپن کندل تقریبا روی یه قیمته یا نزدیک به هم هستن. یه جورایی نشون دهنده بی تصمیمی بازارن و اینکه قدرت خریدارها خیلی زیاده نسبت به فروشنده ها، نه قدرت فروشنده ها نسبت به خریدارها خیلی زیاده. میگم یه جورایی نشون دهنده بی تصمیمی بازار هستن. ما توی الگوهای برگشتی آوردیمش چون بیشتر رفرنس ها همچین چیزی رو نشون میدن به ما، همچین چیزی رو به ما میگن، ولی خب از نظر من نمیتونه 100% این درست باشه چون خیلی وقتا بیشتر نشون دهنده بی تصمیمی بازاره. میگم یعنی خیلی نمیشه گفت که قدرت دست کدوم ور بازار هستش و این اسمای متفاوتی داره که این پایینم براتون نوشتم، نم سنگ قبر و سنجاقک و اینجور چیزا. ولی میگم خودتون اصلا درگیر این فرعیا نکنید، فقط بدونید که پشت سر این کندل ها چه روانشناسی وجود داره و چه چیزی رو میخوام به شما نشون بدن. حالا بریم روی چارت هم براتون چند تا مثال بزنم که بیشتر با این آشنا بشین. بریم روی چارت با هم دیگه پیدا کنیم. این میتونه مثلا این گلفینگ باشه، ببینین کندل بعدی کاملا کندل قبلی خودش رو پوشونده. این هم میتونه این گلفینگ باشه، کندل بعدی کندل قبلی خودش رو پوشونده. این میتونه یه دوجی باشه. این میتونه یه پین بار باشه. میتونه یه دوجی باشه. این مثلا میتونه یه پین بار باشه. همینجوری که میبینی، یعنی اینا رو دیگه حالا میتونید راحت پیدا کنید. مثلا یه پین بار میتونه باشه. خب بریم سراغ انواع الگوهای کندل ادامه دهنده. بچه اینا خیلی زیادن، مثلا سه کلاغ سیاه و سه سرباز و اینا که براتون اینجا آوردم، ولی میگم خیلی وارد فرعی ها و چیزایی که به دلتون نمیخوره نشین.
فقط این کندل ها به روانشناسی پشت‌سرش توجه کنید که بتونید بفهمید که چارت چی رو میخواد بهتون بگه. الگوی 3 سرباز نشون دهنده، میگم اینا همه ادامه دهنده هستن و میخوان روند قبلی خودشون رو ادامه بدن. شامل 3 تا کندل میشه که کندل سومیش معمولا بزرگتر از کندل های قبلیشه و اگه اگه ضعف توی کندل سوم ببینین اون الگو خیلی اعتبار زیادی دیگه نداره، چون میگم این الگو باید نشون دهنده ادامه دادن اون روند باشه. کندل های سگانه نزولی و کندل های سگانه صعودی هم هستن که کندل های سگانه نزولی همونجوری که توی شکل هم میبینین قدرت دست فروشنده هاست و یک کندل پرقدرت نزولی رو میبینین و 3 تا کندل کوچیک و کم قدرت صعودی رو میبینین که این 3 تا بازم نتونستن خیلی اندازه کندل قبلی، یعنی اندازه اون کندلی که آخرین کندل نزولی که میبینیم بشن. یعنی نشون دهنده اینه که خریدارها خیلی قدرت کمتری نسبت به فروشنده ها دارن و بعد از این ما دوباره ادامه دادن حرکت نزولی و انتظارش رو داریم و میبینیم که بعدش کندل نزولی رو داریم. حالا سگانه صعودی چجوریه؟ این هم در روند صعودی، میگم همه اینا ادامه دهنده روند قبلیشونن. این سگانه نزولی قطعا ادامه دهنده همون روند نزولیه و این سگانه صعودی ادامه دهنده روند صعودیه که قبلا داشته و میبینید که با قدرت و یک کندل پرقدرت صعودی رو میبینید و 3 تا کندل کوچیک خیلی با قدرت کمتری رو اینجا میبینید که نتونستن باز اندازه کندلی که صعودی بوده باشن و قیمت رو به پایین بیارن و دوباره خریدارها اومدن و قیمت رو به بالا بردن و یک کندل صعودی قوی زده شده. حالا اینا توی ناحیه‌های به خصوصی دارای ارزش هستن که حالا من بعداً جلوتر براتون کامل توضیح میدم. اینجا هم که میبینین تو این عکس هم باز خواستم یه مثال روی چارت داشته باشیم که این هم میبینین سگانه صعودی هستش، یک کندل پرقدرت صعودی رو میبینین و 3 تا کندل با بدنه های کوچیک و کم قدرت نزولی رو میبینین و بعدش دوباره ما مثلا بعد از این کندل میتونستیم وارد پوزیشن بشیم و وارد پوزیشن بای بشیم با استاپ اینجا و حد ضرر اینجا و میبینید که این الگو نشون دهنده ادامه روند هستش و میبینید که روند دوباره افزایشی بوده. خب بچه‌ها اینم یه مثال بود که خواستم روی چارت بهتون بگم. مثلا الان یه الگوی سگانه صعودی اینجا داریم که یک کندل پرقدرت صعودی رو میبینیم و 3 تا کندل کوچیک با قدرت کم نزولی رو میبینیم و بعدش دوباره یک کندل پرقدرت صعودی رو میبینیم. همونجور که گفتم اینا الگوهای ادامه دهنده هن. یعنی قبلش که یه روند صعودی داشتیم همچنان این الگو به ما نشونه ادامه دهنده و همون حرکت قبلی رو یعنی ادامه میده و میره رو به بالا. اینجا هم که میبینید یه الگوی پوشش نزولی رو داریم که تو اسلاید قبلی باز بهتون توضیح داده بودم که این نشونه برگشت قیمت و ریورس قیمت هستش. میبینید که این کندل بعدی کاملا کندل قبلی خودش رو پوشونده بدنه کندل قبلیش رو و کلوز این کندل پایین تر از اوپن کندل قبلیشه و نشون دهنده برگشت روند هستش. بریم بچه‌ها مثال این 3 سربازم براتون رو عکس بگم. این همون 3 سرباز هستش که گفتم اینا الگوهای ادامه دهنده هستن، یعنی نشون دهنده ادامه روندیه که در پیش داشتم و میگم این کندل سومشون باید نشون دهنده قدرت باشه و اگه کوچیک‌تر باشه خیلی دیگه معتبر نیست. این یکی عکس هم که میبینین 3 کلاغ سیاه بهش میگن، همون برعکس 3 سربازه که اینجا میبینید صعودی هستش و نشون دهنده همون ادامه روند صعودی هستش و اینجا میبینید که این برعکسشه و نشون دهنده ادامه روند نزولی هستش. میگم باید دوباره اینجا کندل سومی یه قدرتی داشته باشه که این الگو معتبر باشه.
خب بچه ها، یه توضیح مختصری در مورد کندل ها دادم بهتون، ولی میگم خیلی به چیزای فرعی، اسمای عجیب غریبی که روش میذارن و اینا توجهی نکنید. ما با این کندل ها فقط باید روانشناسی که پشت این کندل ها وجود دارن رو درک کنیم، یعنی بفهمیم که قدرت دست خریدارها هستش یا فروشنده ها و این کندل ها میخوان چه حرفی رو به ما بزنن، خارج از اسما و مباحث فرعی که وجود داره. پس خیلی به این چیزا اهمیت ندین، به اون روانشناسی و اتفاقی که داره پشت اون کندل ها میفته دقت کنید. بریم سراغ فیبوناچی. بچه‌ها، یکی از ابزارهایی که ما خیلی ازش استفاده می‌کنیم فیبوناچی هستش. فیبوناچی کلاً چجوری به وجود اومده؟ سال 12 میلادی یکی از دانشمندان و ریاضیدان‌های مشهور این دنباله رو به وجود آورده و به اسم فیبوناچی مشهور هستش. این دنباله عددی چجوری به وجود اومده؟ بچه‌ها، از جمع جمله با جمله قبلیش جمله بعدی به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی از مجموع 1 به اضافه 0 جمله بعدی که 1 هستش به وجود میاد. از مجموع 2 به اضافه 1 که جمله بعدیش 3 هستش به وجود میاد. مجموع 5 به اضافه 3 که 8 هستش به وجود میاد. 13 به اضافه 8 21 هستش به وجود میاد و تا آخر. این عددها یه نسبت‌هایی هم واسه ما میسازن. ما خارج از این مباحث، یعنی کلاً به اینکه این نسبت‌ها چجوری ساخته میشن یا اصلا اینا چه داستان پشتشه، از این استفاده میکنیم. یعنی من فقط دارم برای اطلاعات عمومیتون این قضیه رو براتون توضیح میدم که فقط بدونید اینا چجوری به وجود اومدن، وگرنه ما خیلی به اینکه اینا از کجا اومدن، چجوری هستن و نسبتاش چجوری به وجود میان کاری نداریم. میگم صرفا برای اطلاعات عمومیتون میگم. از تقسیم یک جمله بر جمله بعدیش این نسبت 0.618 یا 61.8 به وجود میاد که این قانون هم از جمله 13 به بعد وجود داره. و از تقسیم یک جمله بر دو جمله بعدیش نسبت 0.38 به وجود میاد و از تقسیم یک جمله بر سه جمله بعدیش نسبت 0.23 به وجود میاد. و میگم بچه‌ها کلا این مباحث که چجوری به وجود میان و این نسبت‌ها که چجوری به وجود میان خیلی مهم نیست واسه ما، یعنی اصلا مهم نیست واسه ما. فقط ما از این لول ها، اونم بعضی از لول های فیبوناچی استفاده میکنیم و واسه ما مهمه. اینا رو صرفا برای اطلاعات عمومیتون بهتون گفتم. این نسبت های فیبوناچی حالا چی هستن؟ بچه این نسبت هایی که میبینید نسبت های فیبوناچی هستن که 50 و 100 و 200 اینا جزء نسبت های فیبوناچی نیست، ولی یه سری بهشون اهمیت میدن و جزء نسبت ها میارنشون. ما از یه سری از این نسبت ها استفاده میکنیم، مثل 78 و 61.8 استفاده میکنیم که حالا جلوتر این عددها رو دقیق براتون توی نسبت ها، توی تنظیمات بهتون میگم که چه نسبت هایی هستن که ما استفاده میکنیم. بچه من توی این قسمت فقط اومدم یه پیش زمینه فیبوناچی رو بهتون توضیح بدم، این که چی هست و از کجا اومده. توضیحات اصلیش و تخصصیش رو جلوتر بهتون میگم، این که از چه نسبت‌هایی استفاده میکنیم، چجوری باید ازش استفاده کنیم، چه کاربردی براتون داره و چجوری بهتون کمک میکنه و اینا رو جلوتر بهتون میگم، چون نیاز به یه پیش زمینه هایی داره که باید قبل از این آموزش های فیبو بهتون داده بشه. بچه ما چند تا تریدر داریم، مثل اسکالپر، دی تریدر و سوینگ تریدر. اسکالپر ها معمولا تریدر هایی هستن که در تایم فریم های کوچیک کار میکنن و تعداد معاملاتشون در روز زیاد هستش و معمولا تریداشون نهایتا تا 1 رو 20 دقیقه بسته میشه. اسکالپرها باید یک روانشناسی قوی‌تری نسبت به بقیه تریدرها داشته باشن، چون در تایم فریم کوچیک کار میکنن و تعداد معاملاتشون بالاتر هستش. دی تریدرها تریدرهایی هستن که تریداشون معمولا در 1 روز بسته میشه و تریدشون به روز بعدی کشیده نمیشه. سوینگ تریدرها تریدرهایی هستن که میخوان یک موج رو کامل بگیرن و ممکنه تریدشون بین چند روز و حتی بیشتر هم طول بکشه. تعداد تریدهاشون معمولا کمتر از اسکالپرها و دی تریدرها هستش. بچه‌ها نیاز نیستش که فقط یکی از اینها رو انتخاب کنید. من خودم مثلا هم اسکالپ میکنم هم ترید سوینگ دارم
و میتونید ترکیبی مثلا استفاده کنید، هیچ محدودیتی وجود نداره. پلتفرم های معاملاتی، بچه ما پلتفرم های معاملاتی زیادی داریم. من خودم به شخص از تریدینگ ویو برای تحلیلام استفاده میکنم و برای وارد کردن پوزیشنم از متا تریدر استفاده میکنم. حالا براتون جفتش رو توضیح میدم، هر کدوم که بیشتر باش اوکی بودین رو دوست داشتین میتونین ازش استفاده کنید. بریم که با هم دیگه اول از متا تریدر شروع.